در این روزها در شویتسیا محکمه رحمت اوقیلوف شهروندی ازبک‌تباری متهم در حمله مرگباری ماه اپریل سال گذشته که باعث مرگ چند تن شده از جریان دارد. تا جای رادیو آزادی معلوم کرده است اوقیلوف به احتمال زیاد از سوی ابو اسامه نورکی یکی از خطرناکترین ترغیبگری گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی در میان تاجیکان به این عمل تروریستی هدایت شده است. همکارمان از بخش ازبکی رادیو آزادی سروجین اسلام که اخیراً به استکهلم هم رفته با تحقیق پرونده اوقیلوف از نزدیک شناخته شده بود، راه و وسیله ترغیب داوطلب‌ها بدیعش را بررسی نمود. من از سروجدین میپرسم که آیا درباره محل بود و باش ابو اسامه نورکی چیزی معلوم شده است یا نه؟ تا هنوز در کجا بودن اسامه نورکی را ما نمیدانیم. شایعات زیاد است که گویا او در قلمرو سوریه هست و در شبکه‌های اجتماعی نیست و میگوید که از قلمرو سوریه از خاور میانه ملاقات مستقیم دارد با طرفداران دولت اسلامی، ولی در دست ما اسناد دقیق نیست و خدمات امنیتی کشورهای اروپا از جمله شویتس میگویند که در جستجوی این نفر هستند. خب ببینید، شکایت زیاد است که دهشت‌افکنان از کمک زایمه اینترنتی زیلو برای پهنی ترغیبات خود استفاده میکنند. چرا این شبکه تو هنوز بسته نشده است؟ همکاران ما از شبکه اخباری تت که بزرگترین شبکه اخباری شویتس می باشد با شبکه اجتماعی زیلا تماس گرفتند و دقیقا همین سوال را دادند، ولی در جواب چیزی نگرفتند. ولی از منابع خودشان اینا دقیق کردند که زیلا به کشورهای امریکا و شویتس و کشورهای غیر اروپا رابطه به شبکه‌های اجتماعی که طرفداری میکنند از دولت اسلامی معلومات بگیرد و اینها در تماس مستقیم هستند. به هر حال کوشش هست که کجا بودن ابو اسامه نورکی را دقیق کنند و در آینده برای دستگیر کردنش یا که سرنگون کردنش اینا کوشش را یک جا ببرند. ولی چرا هنوزم باز است؟ به نظر من این مسئله امنیتی است و با وجود اینکه زیلا جواب نداده به احتمال زیاد اینا همکاری میکنند با خدمات امنیتی کشورهای غرب. با سپاس از سروجین اسلام. بیننده عزیز، برای آشنایی بیشتر با قضیه رحمت اوقیلوف و نقش ابو اسامه نورکی در حمله تروریستی فیلم مستند سروجین اسلام رو در این باره در سامانه ما www.azodi.org و آزادی ویدیو یوتیوب تماشا کنید.